صبح نگینه حکیمова هر روز با روبوچین و تازه کردن خیابان شهر آغاز می شود. مسئولیت بلند کاری نگینه را ساعت‌های 4:30 صبح از خواب ناز بیدار نموده به راهروی میبرد. تازگی نزد بازار مرکزی شهر کلاب محض از زحمت‌های او سرچشمه میگیرد. موصوف وقت به کار میرود که در آن وقت ساکنان شهر در خواب صبحگاهی در خانه‌های گرم در پهلوی عزیزان خودند. همه در اندیشه آنکه چه صبحانه برای خانواده آماده کنند. اما نگینه خاله الکی صبحانه پسر خود را آماده کرده است و در فکر تازه کردن یک گوشه شهر است. ساعت به وقت شهر کلاب 5 است. هوا بسیار هم سرد. اکثریت مردم در خواب صبحگاهی در خواب نازند. در خانه‌های گرم، ولی خاله‌های هستند به مثل خاله نگینه که در این صبح بر وقت برخاسته به خاطر تازه کردن گلگشت‌ها و راهروهای شهر در کلاب از خانه بیرون می شود، همراه همسر خود و شهر ما را آباد میکند. 20 سال می شود که خاله نگینه همراه با شوهر خود بر رفتن راهروها و پرتوهای شهر کلاب مشغول می باشد. آنها رزق خود و فرزندان را با زحمت جاروب می یابند. مسئولیت آنها خیلی زیاد است. نگینه خاله باشد برای پیدا کردن رزق فرزندش این همه را تحمل کرده کار میکند. همیشه تلاش می‌ورزد که به فرزندش شرایط خوب تعلیمی را فراهم بیاورد تا در دوران پیری عصای دستش گردد. من میناد میکنیم میخریم های خدمت کسی اون کنسل گردن کار نمیکنیم. در حقیقت وقتی کاری خاله نگینه دوام روز نیز اوج میگیرد. او همراه چند نفر همکاران حالت تازگی شهر را نگاه می‌دارند. یک لحظه کاری آنها که با دستانشان برداشتن باقی مانده میوه و سبزیجات و پرداخت‌های زیادتی که سوداگران سر راهی می‌پرتایند دقت ما را به خود جلب کرد و ما همراهش صحبت کردیم. زیرا این گونه کار بسا مشکل است و نه همه توان انجام دادن آن را دارد. نه پرتویان میگیم در یشکا بارن پرتویان نه توی موسر پرتویی دارن بارن او تا پرتویان در لوی را نبونن نه پرتویان و همه را جزیر میکنن. سفرعلی عادلوف بیش از 20 سال می شود که با نگینه خاله همراه زندگی می کند. آنها در کارخانه کمونالی شهر کلاب فعالیت دارند. هر سحر آنها همراه از خانه به کار می آیند. او از همسر خود راضی است زیرا به گفته او خاله نگینه در برابر آنی که همراه شوهرش در یک جا کار می کند باز وقت پیدا کرده به تمیزکاری خانه و خوراکپزی مشغول می شود. در این برابر برای تربیت فرزند خود وقت جدا می کند. 20 سال زیاد شد ما کار میکنیم امده میگم امده خطی مردکم میرویم باید میریم تا ساعتی همین نه دایم استیم باید میریم خونه با. نگینه خاله کوشش میکند که همه وزینه زندگی را به دوش خود گرفته فرزندش را در شرایط خوب به پای رساند. آرزو دارد که پسرش دکتر شود. برای این شب را شب نگفته سردی را سردی نگفته در همه شرایط کار میکند. نبی جان سید ابرار، باختر، کلاب باختر، روزنامه ختلان.